خب متن پیام تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای همین لحظه به دست بنده رسیده که خدمت شما قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. با دریغ و تأسف خبر درگذشت ناگهانی رفیق دیرین و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلامی و همکار نزدیک سالهای متمادی در عهد جمهوری اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی را دریافت کردم. فقدان همرزم و همگامی که سابقه همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به 59 سال تمام میرسد سخت و جانکاه است. چه دشواری ها و تنگناها که در این 10 سال بر ما گذشت و چه همفکری ها و همدلی ها که در برهه‌های زیادی ما را با یکدیگر در راهی مشترک به تلاش و تحمل و خطرپذیری کشانید. هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن سالها تکیهگاه مطمئنی برای همه کسانی که با وی همکار بودند، به ویژه برای این جانب به شمار می آید. اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه‌هایی از این دوران طولانی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بین الحرمین کربلای معلی بود به کلی بگسلد و وسوسه خناسانی که در سالهای اخیر با شدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت‌های نظری بودند نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد. او نمونه کم نظیری از نسل اول مبارزان ستمشاهی و از رنج دیدگان این راه پرخطر و پر افتخار بود. سالها زندان و تحمل شکنجه‌های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آنگاه مسئولیت‌های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و غیره برگ‌های درخشان زندگی پرفراز و نشیب این مبارز قدیمی است. با فقدان هاشمی این جانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه‌ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخساز به یاد داشته باشم. اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه الهی با پرونده‌ای مشحون از تلاش و فعالیت گوناگون قرار دارد و این سرنوشت همه ما مسئولان جمهوری اسلامی است. غفران و رحمت و عفو الهی را برای او از صمیم قلب تمنا می کنم و به همسر گرامی و فرزندان و برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم. سید علی خامنه ای 19 دی ماه 1395.